درود و مهر فراوان. امیدوارم که روز و روزگار خوب و خوشی رو داشته باشید. با قسمت 4 از سری ویدیوهای دانش اخترشناسی و دانش باستان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دانش ستاره شناسی یک دانش بسیار کهن محسوب میشه که ریشه هایی به بلندای تاریخ و تمدن بشری داره و برای مبدأ اولیه اون اختلاف نظر زیادی وجود داره و این طالع بینی مدرنی که در عصر معاصر مطرح شده به منزله میوه های این درخت بسیار کهنه. در این قسمت ابتدا چند تا از سبک‌های اسرارآمیز و باستانی این دانش رو با هم نگاهی می‌اندازیم و در ادامه الفبای طالع بینی قسمت قبل رو با هم پیش میبریم. پس همین الان ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو هم فشار بدید و در نشر آگاهی با ما همراه باشید. انسان همیشه شیفته آسمان و ستارگانی که جهان پیرامونش رو احاطه کردند بوده و بیش از 2000 سال در تلاش بود تا دسته‌بندی این اجرام آسمانی رو به سرانجام برسونه و این هوروسکوپ امروزی رو به وجود بیاره. اما اصلا این هوروسکوپ یعنی چی؟ خب این کلمه از نام ایزد روشنایی مصر باستان گرفته شده که هوروس نام داشت و در قسمت قبلی فلسفه و اهمیت اون رو توضیح دادیم. کل این اجزای ساختمان طالع رو بهش هوروسکوپ میگن. در قدیم این دانش مختص پادشاهان و اشراف بود و فقط تعداد محدودی از افراد بودند که توانایی محاسبه این هوروسکوپ یا طالع رو داشتن و محاسبه یک طالع هم اصلا به شکل امروزی که به این سادگی ها میبینید نبود. الان با 2 کلیک شما طالع رو به دست میارید. اون موقع اصلا اینجوری نبود و فرایند بسیار پیچیده و طولانی رو داشت. آسمان و ستارگان همچنین نقش بسزایی در روند تکاملی انسان و درک اون از کیهان داشته. مردمان بابل و بین النهرین کیهان شناسی خودشون رو بر این اساس پایه‌گذاری کردن که زمین یک موجود زنده است و به واسطه سیارات میچرخه. این مفهوم در سیر تکاملی کیهان شناسی نقش اساسی رو بازی میکنه و یکی از اصلی ترین شیوه های درک موضوعه. حرفش هم خیلی خلاصه اینه که انسان رو عالم صغیر یا کوچک در نظر میگیره و یونیورس و کائنات رو عالم بزرگ یا کبیر. چیزهای نادیده رو مثل احساس درد یا روح یا هر چیز غیر مادی رو در قسمت جهان صغیر طبقه بندی میکنه و میگه این 2 جهان به هم تأثیر میذارن یا به اصطلاح در هم تنیدگی دارن و با این منطق سبک اسرارآمیزی از ستاره شناسی رو که به سبک جهان شمول معروفه استفاده میکردن. البته تو پرانتز بگم که قبل از مردمان بابل همین سیستم بوده اما به نام بابلی ها به رسمیت شناخته شده. منجم در این سبک با استفاده از ابزارهایی مثل زمان و جایگاه ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و فازها و رنگهای ماه و خطوط انرژیکی که امروز بشر بهش لیلاین میگه رهگیری پدیده های طبیعی رو انجام میداد. چیزهایی مثل زلزله، طوفان، سیل یا حتی مسائل اجتماعی و سیاسی رو. نمونه ای از این سبک اصطلاح عصر آکواریوس هست که این یک مسئله کاملا نجومیه، مثل شرف شمس. شرف شمس اون انگشتر زردرنگ یا اون شکلی که روش میکشن نیست و کاملا یک مقوله نجومی هست
یک نوعی از موقعیت خورشیده. مبنای این عصر آکواریوس هم اینجوریه که ستاره های صورت فلکی آکواریوس باید از مبدأ اعتدال بهاری در محور سماوی عبور کنن. خیلی ساده بخوام بگم، این ستاره های زودیاک هر 72 سال 1 درجه جایگاهشون تغییر میکنه و طی 2-3 هزار سال مقام یک ستاره در آسمان تغییر میکنه و طبق کیهان شناسی عالم صغیر و کبیری که توضیح دادیم، زمانی که تغییری در لایه‌های انرژیکی بالا رخ میده به پدیده های دیگه هم تأثیر میذاره. اینجا لازم به ذکره که بگم این تقویم شمسی که ما داریم که حاصل زحمات حضرت خیام عزیز هست، یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگ پرشیا و فارسی محسوب میشه و واقعا هم بین تمام تقویم هایی که وجود داره یک چیز بسیار خاص و دقیقی هست. اما نکته اصلی راجع به عصر آکواریوس اینه که این مسئله صدها سال طول میکشه. نخستین نشانه های عصر آکواریوس از 500 سال پیش دیده شده و تا 400 سال آینده هم این مسئله به طول خواهد انجامید و به هیچ وجه چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفته. یکی دیگه از سبک‌های مهم و باستانی زایچه اختری فرد هست که طرح اولیه سفر روحانی فرد رو نشون میده و از طالع بینی مدرن عصر جدید کمی متمایز هست. اما بریم سراغ سبک‌های عمومی و پرکاربرد طالع بینی، یعنی نمودار ناتال که با تولد فرد مرتبطه و با توجه به اون پتانسیل های فرد مثل مسائل فردی، مسئله معیشت و یا زمان و کیفیت شروعهای قدرتمند یک رویداد رو نشون میده، مثل زمان ازدواج یا بهترین زمان برای یک مصاحبه کاری. و اما مبناهای فنی و ادامه الفبای خوندن طالع. قبل از معرفی خونه‌های 12 گانه چارت، یکی از اصلی ترین متدهای تحلیل چارت رو بهتون بگم. اینجوریه که هر یک از نشانها و هر دسته ستاره‌ای یک مربی داره و مربی اون یکی از سیاراته. مثلا نشان شیر مربیش خورشیده، یا مربی نشان خرچنگ سیاره ماه هست. این مربی ها یا با هم دوستن یا با هم دشمنن و یا خنثی هستند و خیلی کاری به کار هم ندارند. در این مواقع مسائلی مثل سعد و نحس و اینجور مسائل پیش میاد که برای یک منجم خیلی اهمیت داره که یک درک صحیحی نسبت به مسئله سعد و نحس داشته باشه. خیلی خلاصه بخوام بگم اینجوریه که در روند تکاملی طالع بینی هر چیزی که دماش رو پایین تشخیص دادن، یعنی سرد بوده، اسمش رو نحس گذاشتن و هر چیزی که گرم بوده اسمش رو سعد گذاشتن. در استفاده از این دانش خیلی خیلی واجبه که درک صحیحی نسبت به ماهیت سعد و نحس داشته باشیم و اگر مدت زمان کمیه که یادگیری طالع بینی رو شروع کردید، به هیچ وجه حق نسخه پیچیدن برای دیگران رو ندارید و نباید طالع شخص دیگری رو تحلیل کنید. لطفاً به هیچ وجه این کار رو نکنید و با آرامش و روح و روان کسی بازی نکنید. تحلیل چارتی مسئله‌ای هست که باید درک صحیحی نسبت به کل سیستم طالع بینی ابتدا شکل گرفته باشه.
اما بریم سراغ تشریح مقام‌های 12 گانه و ادامه مباحث قسمت قبل. اینجا لازمه که بگم ما طالع بینی هندی و سبک ودیک رو کار نمی کنیم. درسته که این مقام ها یک سری وجه تشابهی دارن با طالع بینی هندی، اما دقیقاً مثل هم نیستن. هر یک از این مقام ها توضیح و تشریح کاملش خودش یک قسمت طول میکشه، اما برای اینکه این قسمت ستاره شناسی زیاد طولانی نشه، در حد چند کلمه کلیدی اینها رو توضیح میدم و اگر به نجوم علاقه دارید میتونید وارد کانال تلگرامی ما بشید و اونجا به شکل مفصل تری راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. مقام اول به شخصیت و هویت فرد مرتبطه. مقام دوم به توسعه دادن مرتبطه. یه جورایی منابع شخصی فرد رو توصیف میکنه، اراده و نفس اون رو نشون میده و تا حدودی هم به پول مرتبطه. مقام سوم به طرز تفکر و توانایی عمل هوشمندانه مرتبط میشه. یه جورایی ارتباطات ما رو نشون میده و خونه تفریحات هم هست. مقام چهارم مقام املاک، پدر و مادر، گمان زنی ها و آغازهای جدیده و یه جورایی خانواده رو نشون میده. خانه پنجم خونه عشق هست و به توانایی تولید مرتبطه. اطلاعاتی رو راجع به فرزندان نشون میده و یک مقام خوب و سعد تلقی میشه. مقام ششم به سخت کوشی و روزمرگی ما مرتبطه. تا حدودی هم سلامتی و دشمنان ما را نشون میده. خانه هفتم به رویدادگاه مشهوره. روابط و مشارکت های ما رو در بر میگیره. خانه هشتم خانه اتفاقات ناگهانیه. خانه مرگ و تغییره و یک خانه بسیار مرموز تلقی میشه. خانه نهم خانه تحصیلات، معنویت، مسائل متافیزیکی و ذهن بالاتر رو نشون میده. خانه دهم مربوط به شغل و حرفه هست و خانه 11 خانه آرزوها و دستاوردهای مالی که آسون به دست میان هست. خانه 12 هم خانه رهایی، خانه از دست دادنها و یک مقامی هست که غیر مادی و به دنیای مادی مرتبط نمیشه. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. لطفاً ویدیو رو برای افرادی که احساس میکنید به این مطالب نیاز دارن ارسال کنید. تا دیداری دیگر، بدرود.